اول خدا میگیم بعد پدر و مادرم که نمی. پدر حکم قبلگاهی دارد. کجا میگه قبلگاه؟ یعنی پدر و مادر نمیشد ما نبودیم، ما شما نبودیم. هیچ. برای همینم فراموش کرده من در کار نیست. نسل جوان امروزه باید پیش از همه شکرانه آن کنه که ما پدر و مادر به دنیا خلق کرده است و از همه برای انسان قیمتترین و عزیزترین این پدر و مادر است. بعد یکی میگذرد از دنیا دیگر میکوبی سر گورش میره که با تو صحبت نمیکند، دیگر ظاهرش نمیبینی دیگر افسوس میکنه که دیگر پشیمانی میکنه که دیگر سود نداره. من فکر میکردم که اصلا پدر و مادر من از این دنیا نمیاد، تا دنیا و اصل زمان است پدر و مادر من هم است. دیگه بعضا لحظه میرو نوازش پدر و مادر میگیرد که نیست، میروی جاش خالی.